امروز ملا حسنه صحبت میزنه از مسائل مختلفی نظام. اول از اون چه هسته؟ از قدیم ندیم گفتند که چیزی که عیان است اون چه 5 به علاوه 1 خلاصه 6 همان است. این هفته که میری مازگو اونجا صحبت میزنه که خودش نشان میده که مذاکرات قبلی خیلی موفق بوده، هم مسجل به موفقیت بوده، فرصت نکرده خود مذاکره میکنه. این دفعه عرض میکنیم که موفق نباشی که یک کمی هم مذاکره میکنه. اونdan sonra مشکل احمدی نژاده که اون هفته رفته چین تازه معنی نبرده. خجالت نمیکشی؟ برای مقامت با اپوزیسیون میکنی؟ من خودم یک بار رفتم چین اونو نبردم. چرا؟ چیزی که عوضی خودش گله. خیلی آدم فعال تو چین، همه فعال میکنی، خستگی نشناسی. من هی میدیدم که اینها چشمهایشان اینجوره. بعد آخرش گفتم شما اگر خوابتان میآید خب بروید بخوابید دیگه. ولی اونها گفتن که نه، ما همیشه همینجوری کار میکنیم. اون همینطوری کار میکنه که پیشرفتی کرده. در پزشکی داروساز قرص ساخته شبیه همه. میگوید این سفید مال سردرده، این قرمزی کمرنگ قرمز آسمانه مال دندان درده. تو نگاه میکنی به جلال خالق، این قرص اینقدری از کجا میفهمی که تو کجایت درد میکنی؟ میره همان درست میکنی. خلاصه بس ایزی تو الان کجا میری وسط صحبت من؟ مستقیم میری؟ مستقیم اشکال نداره، فکر کردم جای میری. مشکل بعد این بحث سلبی صلاحیت مالکی. ما از این تریبیون اون نمایندگان عراقی که امضا کردی که مالکی بری محکوم میکنی، چون که اونها در امور داخلی مقام مثبت دخالت کرده. شما در سیاست منطقه عربی اگر دقت میکنی در زبان عربی چه ندارند. به خاطر همینی که کشورهای عربی گرم سیری، چون که اگر سرد سیر باشه بعد مردم سرما بخوره چطور عطسه میکنه؟ اون که نمیتواند بگوید عطسه، چه نداره که باید بگوید عدزه، که خودش با عدزه مدزه لا تلدزه اشتباه میشه. بس ایزی که آخه اون تا در نگاه میکنی بدبختی بنوا. تو همانه که اون روز زنگی زدی به شرکت مخابرات، پرونده تو دست منه. به شرکت مخابرات نگاه سخت بخشلیوز ببخشید سیبی تلفن ما خیلی بلنده، لطفا شما از اون سرش کمی میکشید چی کوتاه میشه. آخه بدبخت بیچاره خجالت نمیکشه گاماز. وقتی شرکت تلفن همینجوری کارا میکنی چون اونها دیگه کار نمیکنی دیگه. خب زنگی بزن به یک جای دیگر، فرق نمیکنه چی. بزن به یک آدم بیکار بگو سیم را بکش دیگه. زهلم گتمش.